دقت کنید دوستان، تو مرحله بعد میریم سراغ تحلیل شتاب و باز حالت اول روش ترسیمی. من اینجا به خاطر تنوع که حالا بعد آخر داستان براتون توضیح میدم که چرا حالا تنوع ایجاد کردیم، رابطه رو برعکس نوشتم آ مساوی با بی به اضافه آ نسبت به بی. رابطه کلی شتاب رو نوشتم با 5 جمله. ریلیتیو ها گفتیم اگه فاصله بین آ و بی ثابت باشه، آی ریلیتیو و وی ریلیتیو هر دو صفر هستن و ما رابطمون به این صورت نوشته میشه. این رابطه در واقع هست آی آ مساوی با آی بی به اضافه آی آ نسبت به بی. یعنی جمله اومگا دات 3 در آر آی آ نسبت به بی مؤلفه مماسی شتاب آ نسبت به بی. جمله اومگا 3 در آر که همون آر اومگا 2 میشه مؤلفه جانب مرکز شتاب آ نسبت به بی، مؤلفه نرمالش هستش. اینجا باز رابطه رو علامت گذاری میکنیم، میگیم آی آ شتاب نقطه آ مؤلفه مماسیش آیا من دارم، آ نقطه ای از لینک در واقع 4 یا 3 که شتاب مماسیش آر آلفا میشه. من آلفای لینک 4 را ندارم، پس مقدار این شتاب را ندارم. آیا جهتش رو دارم؟ بله جهتش رو دارم، عمود بر لینک 4. این عمود بر 4، اینجوری من می‌نویسم عمود بر 4. شتاب نرمالش چی؟ شتاب نرمالش مقداری میشه آر اومگا 2 و در امتداد آسی به سمت سی. در امتداد آسی به سمت سی. شتاب نرمال همیشه به سمت مرکز دوران هستش. شتاب مماسی نقطه بی را من دارم، چون اومگای لینک 2 ثابت بود آلفای لینک 2 میشه 0 و نقطه بی شتاب مماسی نداره. دوستان به این نکته بسیار بسیار دقت کنید. دینامیک درس لحظه هاست، درس کلمات مهمه. توی صورت مسئله گفته بود که اومگای لینک 2 مقداری ثابت هستش، بنابراین شتاب مماسیش میشه 0 و نقطه بی شتاب مماسی نداره. شتاب نرمال نقطه بی را آیا من دارم؟ بله، آر اومگا 2 مقدارش و جهتش هم به سمت مرکز دوران، به سمت او. اینو می نویسم در امتداد همین بی او به سمت او. آ نسبت به بی آیا مؤلفه مماسیش من دارم؟ آ نسبت به بی یعنی اینکه ناظر بره بشینه رو نقطه بی، حرکت آ را نگاه کنه، ببینه آ روی مسیر دایره‌ای، خودش رو مرکز ببینه، آ را رو محیط دایره میبینه. شتاب مماسی میشه آر آلفا، آلفای لینک 3 من مقدارش رو ندارم ولی میدونم شتاب مماسی عمود بر لینک، یعنی امتداد عمود بر آبی را دارم. اینجا می نویسم عمود بر 3. عمود بر لینک 3. نرمالش چی؟ نرمالش بله اون ناظری که نشسته روی بی شتاب نقطه آ را به سمت خودش میبینه، خودش رو مرکز دوران میبینه، آ را میبینه رو محیط دایره داره میچرخه. مقدارش میشه آر اومگا 2. اومگای لینک 3 را من از تحلیل سرعت به دست آوردم، برای همین میگیم باید حتما مسئله رو تحلیل سرعت کنیم ولو اینکه شتاب را نخواسته باشه، ولو اینکه سرعت را نخواسته باشه. برای همین سرعت را قبلا به دست آوردم، میشه آر اومگا 2 اومگای لینک 3. جهتش هم به سمت مرکز دوران یعنی به سمت نقطه بی. امتداد آبی به سمت بی. امتداد آبی به سمت بی. خب مقدار این کمیت هایی که گفتم آر اومگا 2 رو من حساب کردم. آی بی میشه آر اومگا 2 مقدار 4 متر بر مجذور ثانیه. آی آ مؤلفه شتاب مماسی نقطه آ رو گفتیم نداریم، فقط میدونیم عمود بر لینک 4. مؤلفه نرمالش آر اومگا 2 اومگای لینک 4، آر هم طول لینک 4، مقدارش شده 1.62 چون اومگاشو به دست آورده بودیم قبلا. آی آ نسبت به بی مؤلفه مماسیش آر آلفا میشه، مقدارش رو ندارم، جهتش رو دارم، گفتم در امتداد عمود بر آبی، اینجا هم تاکید کردیم. آی آ نسبت به بی مؤلفه نرمال به سمت نقطه بی هستش، مقدارش هم آر اومگا 2 میشه، اومگای لینک 3 که از تحلیل سرعت به دست اومد، مقدارش ممیز 795. دقت کنید دوستان، ما با 4 تا عدد ممیز 795 1.62 و 14 با این 3 تا عدد و در واقع با این مقادیری که اینجا نوشتیم باید بریم سراغ ترسیم چند ضلعی یا مثلث شتاب. من میام یه مقیاس انتخاب میکنم به خاطر اینکه شکلم یکم واضح‌تر بشه. هر 1 متر بر مجذور ثانیه رو میگیرم 5 سانتی متر و میام از یه مبدأ مختصات برای خودم درست میکنم. مثلا این بشه محور ایکسش، اینم بشه محور ایگرگش.
اینجا معمولا او اندیس آ، یعنی مبدأ بردارهای شتاب، این نقطه مبدأ مختصات رو او اندیس آ میذاریم. میام این شتابا رو رسم میکنم. آ و بی طبق معمول از مبدأ باید رسم بشن، آ نسبت به بی باید این دوتا رو به هم وصل کنه. میام اولین کاری که میکنم آی بی در واقع ان شده 0.4 متر بر مجذور ثانیه، با مقیاس من میشه 2 سانتی متر. یه بردار 2 سانتی متری در امتداد مبدأ دوران در امتداد او رسم میکنم. به این میگم آی بی ان. آی بی میرم اون طرف، آی آ رو چیکار میکنم؟ طرف چپ آی آ رو چیکار میکنم؟ فرقی نمیکنه دوستان، بی را شروع کنیم یا آ را شروع کنیم، مهم اینه که اینجا بدونیم از مبدأ باید شروع کنیم. میام این طرف، حالا آی آ رو رسم میکنم، مؤلفه نرمالش رو دارم به سمت سی، مقدارش هم 1.62 ضرب در 5 میشه 8.1 حدود 8 خورده ای. این 8 خورده ای نرماله رو رسم میکنم. مؤلفه مماسیش عمود بر اینه، یه امتدادی عمود بر این مشخص میکنم، می‌نویسم امتداد آی تی، ولی نمیدونم که برم بالا یا بیام پایین. اینو همینطوری رها میکنم، میرم سراغ آی بی انی که رسم کرده بودم ادامه آی بی ان. من میتونم آی آ نسبت به بی تی یا ان را رسم کنم. ان را رسم میکنم که معلومه اگه برم سراغ تی کم دوچار داستان میشه حل مسئله. میرم سراغ مؤلفه نرمال، یه برداری در امتداد آبی به سمت بی، آی آ نسبت به بی ان 7.795 ضرب در 5 میکنم، میشه حدوداً 4 خورده ای، حدود 4. این بردار رو در امتداد آبی، در امتدادی که زاویه بتا با افق بسازه، جدا میکنم نرمال. مؤلفه عمودیش عمود بر این میشه، یه عمودی هم بر این اخراج میکنم. هر جا عمود قبلی که آی تی بود امتداد قبلی رو قطع کرد، جواب مسئله برای من به دست میاد. دقت کنید که الان در واقع آی ما میشه این برداری که من با رنگ قرمز رسم میکنم، میشه از مبدأ رسم کنم به این نقطه پایینی، این بردار میشه آی آ. آی بی مون میشه چی؟ آی بی مون همون آی بی انه. بردار آی آ نسبت به بی مون میشه چی؟ میشه این برداری که سبز رنگ رسم میکنم. دقت کنید مبدأش میشه اینجا، از اینجا میرم اینجا، یه مثلث درست میشه. مثلث تقریبا حالا بعد قواره هم شده، تقریبا شکلش اینطوری میشه. دقت کنید یه اینطور مثلثی میشه. این میشه آی آ، این میشه آی بی و این ضلع سومش هم که حالا اینجا با خطچین رسم میکنم که شما ببینید، این میشه آی آ نسبت به بی، آی آ نسبت به بی. یه همچین شکلی میشه. دقت کنید که هر کمیتی الان میتونیم با این مثلث به دست بیاریم. دقت کنید ببینید حالا کمیت‌های مجهولمون چطوری به دست میاد. ببینید آی تی میشه یه برداری که اینجا الان میبینیدش، این بردار قائم. طول این رو اگه اندازه بگیریم با مقیاس ما 25 سانتی متره، تبدیل به مقیاس متر بر مجذور ثانیه‌مون کنیم میشه 5 متر بر مجذور ثانیه. این مساویه با آر آلفا. آر کدوم آر؟ آر لینک 4، آلفا هم آلفای لینک 4. از اینجا آلفای لینک 4 میشه 66 و 6 دهم و چون شتاب مماسی نقطه آ به سمت پایین هستش، من میفهمم که این آلفا در جهت در واقع خلاف عقربه‌های ساعته، جهتش هم میشه اینجا که مشخص کرده. همین تکرار رو برای آی آ نسبت به بی مؤلفه تی انجام میدیم. یه همچین برداری شده. این بردار رو اگه اندازه بگیریم حدوداً 23 سانتی متر میشه. این 23 سانتی متر با مقیاس ما تقسیم بر 5 میشه 4.6 متر بر مجذور ثانیه، مساوی آر آلفا. منتها آرمون طول ضلع آبیه، آلفامون هم آلفای لینک 3. از این محاسبه هم آلفای لینک 3 میشه 23 رادیان بر مجذور ثانیه. آیا آ نسبت به بی تی اگه روی شکل به حساب برداری تجسم کنید، نگاه کنید، دقت کنید، به این سمتی هستش که اینجا الان دارم من میکشمش. آ نسبت به بی به این صورته. از اینجا من میفهمم ناظری که روی بی نشسته حرکت نقطه آ را در واقع شتاب مماسیش به این سمت میبینه، بنابراین آلفای این لینک میشه موافق حرکت عقربه‌های ساعت به این صورت که اینجا مشخص شده.